این 4 تا اشتباه در حق بچه‌هاتون نکنید. اولیش، هیچ وقت بچه‌تون رو با بقیه مقایسه نکنید. همیشه یه بچه همسایه بود که میکوبیدنش تو سر ما، هیچی هم نشدا، ولی هی مقایسش میکردن با ما، عزت نفس ما رو میآوردن پایین. بچه شما بچه شماست، با یه استعدادها و یه توانایی‌هایی. شما باید کمکش کنید از همونا استفاده کنه. 2، پدر مادر هلیکوپتری نباشید. یه سری پدر مادرها هی دور سر بچه‌هاشون میچرخن، هر چی میخواد بهش سرویس میدن، هر چی میگه میگن چشم. این پدر مادرای هلیکوپتری بچه‌ها رو گیج و ناتوان بار میارن. 3، بذارید بچه‌ها اشتباه بکنن، اشتباهات کوچیک، و بابت اون اشتباهات بچه‌ها رو سرزنش نکنید. بلند شدن رو بهشون یاد بدید. فکر نکنن با شکست خوردن تموم شده بازی وقتی تموم میشه که اونا دست از بازی بکشن. و 4، به پسرهاتون بیشتر سخت بگیرید. یه ذره بهشون دیسیپلین رو یاد بدید، چون اونها قراره بعداً مرد بشن و مردها در جامعه بیشتر سختی قراره بکشن. پس نظم بهترین روش سختگیری به بچه‌هامونه در جاهای درست. قبول؟